سلام خدمت شما دوستای عزیز، بازم در خدمت شما در خدمت خانه های شما هستیم. آقای غمنوش دیگه انشاءالله که آقای غمنوش امروز هم یک شعری عالی، یک گبای ناب، یک شعرهای ناب بلدی از شما میخوانه که همه ما از شعرهای آقای غمنوش مستفید شیم. که آقای غمنوش چیز در امروز بلدی ما. تشکر آقا صاحب. دوستای عزیز سلام، وقت بخیر. امیدوارم جور و صحتمند باشید و همیشه کودشون پور، دلشون خوش باشه و در خانهش همیشه لبخند و شادی جریان داشته باشه. امروز هم دوستا مهمان خانه های شما هستیم و امیدوار هستم که خوش بگذره تا اون لحظه که با ما اید. نامی مسمت غمنوش، خواندنهایم بگرگوش، خواندنهایم بگرگوش. معصومه دختر آجی مست و شرابی، بدفعلی را بس کده میکنه بچه بازی. فاطمه جانی ستنگ هستی تو سیبی دورنگ، اخلاقت خوب بکو قطعی غمنوش نکو جنگ. سلیمه جانی چرسی که هستی و چی هستی، آخر مرا میکشی با بمب دستی. زاکیه جان قنچه گل هستی، شاخداری کابل هستی، و ساختمان نوساز رجب و شاول هستی. و موترهای تز رفتار دیزل و پیترول هستی. به صحنه محاربه چیز باشه، به صحنه مبارزه پکای زاغنول هستی. دوستان عزیز، گرچند که ایام محرم هم نزدیک شده، اما بازم ما فقط یاری و پشتیبانی شما را از لایک سابسکرایب رو لطفا ما را فراموش نکنید و همیشه یاوران همیشگی از چینل باشید. سلامت بشی آقای غمنوش، سلامت بشی. همین شعر که گفتی درباره دختر بود. ما دل ما آقای غمنوش از دل از ما خدا خبر داره. همین یک درباره یک دختر شعر گفته بودی که نمیدونم ما صاحب زن تو به همینجوری که اما یک شعر کوتاه آقای غمنوش میگه که مورد دیگه آخر برنامه گفت چیز گفت امو چاه در نیلی ده دل مشیشته، مگیم ده چند نفر ایمیل نوشته. خدا ده غم بله ای دختر را، خیر و برکت ده آشوقی نیشتم. الا دختر تو شیر باشی مروغن، تو تا کی بشور باشی مبزن. بیا رحمی بکن بر حال غمنوش، تو شور دار شوی ما صاحب زن. تشکر آقای غمنوش، دستی درد نکنه. خیلی هم شعر عالی، شعری پر مفهوم. دستی درد نکنه آقای غمنوش. اگر شاعری خو آفرین که تمثیلی باشه در جای هر کس خود قرار بده، نه؟ آفرین. باز ما زمانی که زن خود طلاق دادم چه شعر ما گفتم؟ خوشا غمنوش کی است لن زن داره، بلای خانگی در تن داره. هزاران زن فدایی موی غمنوش، فدایی گوشایی ابروی غمنوش. آکی گفته زن شهری کی عمری مرده، مگر زن میده تخمی دو زرده. هر زمان دادمو زمان و وقتش باید یک شاعر شعر بگم. آفرین، دقیقاً. دیگه آقای غمنوش رسیم در پایان برنامه. اگه دیگه کاری حرفی با بیننده ها داره در جریان دوستان عزیز، فقط یک حرف دارم که می گپ آخرین رو باور نکید که خواندم خوشا غمنوش که اصلا زن نداره. اگر این دفعه خوش داره که داشته باشه زندگیرم باید شک باری بدیم دیگه. اعلان هم نه. آقای غمنوش دیگه کار نداره. زنده و سلامت باشین.